مردم بسیار روزی که پیغمبر وفات کردن مصیبت عظیم بود. نصف مردم پیغمبر مردن دیگه دین هم به آخر رسید میگفتن در مسجد. نیم مردم کافر شده بودن. نیم مردم نماز میخوانیم زکات نمیدیم، چون که خدا گفت که پیغمبر زکات گیر از ما گفته بود. همین خیلی نافهمی ها بود، خیلی وضعیتی وزنی بود. حضرت عمر میگفتن که کسی محمد مرد بود سرش اصلا جدا میکنه، در مسجد موعظه میکردن که حضرت ابوبکر صدیق به خانه پیغمبر صلی الله علیه و آله در آمدن که پیغمبر وفات کردیم، از پیشانها و دست و قدمانشون مبوسه کردن. ثانی به مسجد در آمدن، دیدن که عمر موعظه دارد، عمر خاموش میشین، گوش نکردم. ثانی وقتی که حضرت ابوبکر به بالای منبر برآمدن، همه عمر ترک کرده آمده به نزد ابوبکر نشستند و الله تعالی حمد و ثنا فرستادند و پیغمبر صلی الله علیه و سلم صلوات فرستادند. ثانی گفتند که اما بعد من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. کسی محمد را عبادت میکرده باشد، بندگی میکرده باشد، در حقیقت محمد وفات کرد. و من کان یعبد الله فإن الله حی لا یموت. کسی محمد الله تعالی را عبادت میکرده باشد، الله تعالی زنده است، نمیمیرد. ثانی تلاوت کردند. قال الله تعالی، الله تعالی گفت که و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. محمد کیست؟ محمد یک پیغمبری است که از خود پیش پیغمبرهای آمده بودند و آنها هم وفات کردند. و ما محمد الا رسول، پیغمبر محمد هم یک پیغمبری است. قد خلت من قبله الرسل، از وی پیش پیغمبرها از دنیا گذشتند. افئن مات، اگر پیغمبر وفات کند، او قتل یا اینکه کشته شود، انقلبتم علی اعقابکم، به عقبهاتان میگردیدتان. و من ینقلب علی عقبیه فلن یضر الله شیئا. کسی به قفا گردد الله تعالی ضرر نمیبیند. یعنی این دین خدا است. پیغمبر مراد هم خدا دینش دوام میدهد. گفته حضرت ابوبکر یک نوع خطبه کرد که به دین همه تاثیر کرد. همه میگوید که گویا همین آیات قرآن را یک مراتب شنیده باشیم. همه از مسجد میرفت و همین آیات را تلاوت میکردند. واقعا صحبت‌های زیاد در حق این شخصیت بزرگوار اول اسلام بعد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم است. همین قدر ما و شما باید بدانیم که بزرگترین امت اسلام، اولین شخصی که بعد پیغمبرها وارد جنت میشود، این حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه است. الله تعالی حضرت ابوبکر را بهترین مکافاتی که خدا برای دستگیری پیغمبر و دستگیری دین اسلام کردن مکافات بدهد و ما و شما را همراهی حضرت ابوبکر و پیغمبر صلی الله علیه و سلم در جنت همت و سلام نشست بگرداند. اللهم صل